أغمض عينيك وتذكر أغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر، واجعل إبصارك للتقوى عنوانا. زنی بود که ستر عورت میکرد اما نماز نمیخواند. گرچند شوهرش بارها تأکید میکرد که روز قیامت اولی پرسش از نماز است. ولی زن اهمیت نمیداد. اگر شوهرش جنگ کند از ترس شوهر نماز میخواند، اما وقتی که در خانه شوهر نمی بود پروای نماز را هم نداشت. خلاص روز شوهر به زنش گفت هفته آینده به خانه مهمانی زیادی می آید، تیاریت را بین. زن گفت به بازار رفتن لازم، در خانه محصولات کم است. مرد گفت ها، حالا یک هفته هست. مرد آن روز بگاهی به زنش تلفن کرده گفت زود باش، من فراموش کردم، مهمان ها همین روز خودی حاضر می آمدند. مرد گفت تقریباً 50 نفر مهمان است و تلفنش را تماما خاموش کرد. زن مثل دیوانه سراسیمه از کدام کار شروع کردنش را نمی دانست. خانه ها ناتیار، محصولات برای خوراکن نیست. تلفن شوهر خاموش، بر زمین این باز چراغ خاموش شد. زن بیچاره این سو و آن سو دوید، اما هیچ علاج نیافته گریه را آغاز کرد و به جایش نشست. همین وقت شوهرش از در درآمد. زن دید که شوهرش هیچ چیز نآورده است. مثل دیوانه داد زد که نزد مهمان چی میماند. مرد باشد تبسم کرده گفت ای زن، اینجا بیا و مرا گوش کن. من به تو درس دادنی شدم. وقتی که یک بار مهمان می آید گفتم تیاری دیدی، اما روز عزرائیل ناگهان می آید چی کار خواهی کرد؟ از خراجات نکردنم به تخلقه افتادی، اما برای آخرت خودت توشه نساختی. پس از مرگت چی خواهی کرد؟ ای زن، در تنگی به من تلفن کردی، اما در قبرت تنگی را بینی چی کار میکنی؟ آنجا بینمازان یار و یاور ندارد. با یک دمی که چراغ خاموش شد نفست گرفت. فردا در قبر تاریک چی خواهی کرد؟ من در عمرت با تویم، اما پس از مرگ تنهایی. ای زن، یگان گونه مهمان حاضر نمی آید. من خواستم برای تو درس عبرت دهم. چراغ را هم من از حساب خونک خاموش کردم. زن این را شنیده اول در جای شخ شد، سپس دراز فکر کرد و خوب گریست و توبه کنان سر جای نماز آمد. برادران و خواهران عزیز، این خیلند مردانی که گفته خداوند را از اعماق دل اجرا میکنند. فرموده خدای تعالی هست که میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را و اهل و عیالهایتان را از آتش دوزخ نجات دهید. صدق الله.